برای بچه‌های گل موهاک سلام، حالتون چطوره؟ آقا بریم سراغ یکی از جذاب‌ترین مقایسه‌هایی که میتونیم امسال داشته باشیم بین پوکو X6 پرو و شیائومی ردمی نوت 13 پرو 5G. دو تا گوشی که الان تقریبا توی قیمتن، حدودای 16 میلیونن، جفتشون پرفروش، جفتشون هم خفن. ببینیم ارزش خرید کدومشون بیشتره. من محمد رضا خاکبازم، اینجا استودیوی موهاک. بریم واسه ادامه ویدیو ببینیم مقایسه این دوتا برندش کدومه. خب از کف کار استارت بزنیم. الان که تقریبا اوایل اسفند 1402 ایم، کانفیگ حافظه داخلی 512 گیگ رم 12 این دوتا که تقریبا همین کانفیگ هم دست من بود موقع بررسی، الان تو بازار حدود 16 قیمتشونه. این دوتا از نظر محتویاتی که توی باکسشونه و از نظر جعبه جفتشون غنیان، جفتشون شیائومی هم که خب تو این داستانه داره خوب مانور میده دیگه، مثل آیفون و سامسونگ و اینا نیستن که باکس کلا کبیر باشه. نه، محتویات توی باکسشون یکیه. آداپتور شارژر 67 وات دارن، کابل شارژ تایپ A به تایپ C، یه دونه قاب مات خاکستری خوشگل توی باکسشون و از این نظر مشکلی نیست. حالا بریم تو داستانای فنی. از نظر طراحی این دوتا گوشی یه سری فرقای با هم دیگه دارن. مثلا اینکه ردمی نوت 13 پرو 5G قاب پشتیش از جنس شیشه است، ولی پوکو X6 پرو قاب پشتیش از جنس پلاستیکه. هر دوتاشون هم فریماشون پلاستیکیه. از نظر وزنی هم تقریبا جفتشون یکی هن، تقریبا 187 گرم 186 گرم توی این حدودان. یه سری تفاوت دیگه هم هست، مثلا اینکه نوت 13 پرو 5G ضخامتش تقریبا 8 میلیمتره، ولی پوکو X6 پرو 8.3 میلیمتر، یعنی 3 میلیمتر ضخیم‌تر پوکو X6 پرو. باز یه نکته اینجا هست، با اینکه X6 پرو تقریبا ضخامتش روی کاغذ بیشتره، ولی به خاطر اینکه گوشه های قاب پشتیش گرد شده، کرو شده، چسبیده به فریما، یه مقدار توی دست بدون قاب که کار میکنی با اینکه ضخیم‌تره ولی خوش دست‌تره، راحت‌تر توی دست میشینه. تو بررسی نوت 13 پرو 5G هم گفتم به خاطر طراحی مکعبیش یه مقداری دستو میزنه. خب تو پوکو X6 پرو این داستان کمتره، ولی چون ضخامتش کمتره نوت 13 پرو 5G اگر با قاب بخواید کار بکنید یه مقداری میتونه خوش دست‌تر باشه، ولی خب کلا چیزی نیست که خیلی بخوایم روی این داستان مانور بدیم. یه نکته دیگه ای هست توی طراحی نوت 13 پرو 5G، این گوشی جک 3.5 میلیمتر داره ولی پوکو X6 پرو نداره. جک 3.5 میلیمتر واقعا خیلی آپشن خفنیه توی این قیمت. الان که دیگه تقریبا هیچ گوشی توی این قیمت جک 3.5 میلیمتری نداره، واسه اونایی که از هندزفری سیمی میخواید استفاده بکنید یا اونایی که از میکروفون سیمی میخواید استفاده بکنید برای تولید محتوا و کارهای دیگه، خیلی میتونه به درد بخوره و از این نظر واقعا جذابه. هر دو تا این گوشی IP54 دارن که واقعا به نسبت قیمت و خیلی از رقیبایی که حتی تو قیمت پایین‌تر هستن خیلی گواهی IP خاصی به حساب نمیتونیم بیاریمشون، ولی کلیت بخوایم طراحی رو جمع‌بندی بکنیم، هم پوکو هم نوت 13 پرو 5G جنس طراحیشون تقریبا از یه فضاست. منتها نوت 13 پرو 5G به خاطر اینکه هم یه مقداری نازک‌تره، هم به خاطر اینکه قاب پشتیش شیشه‌ایه، شاید بتونیم بگیم یه کوچولو توی طراحی یه کوچولو دست برتر رو داره. این سنگینی رقابت و نزدیک بودن رقابت توی داستان صفحه نمایش هم هست. هر دو تای این گوشی‌ها روی کاغذ حداقل صفحه نمایش‌هاشون یکیه، توی عمل هم آنچنان تفاوتی با هم دیگه ندارن. مثلا اینکه هر دو تا این صفحه نمایش‌ها 12 بیتی ان، 68 میلیارد رنگ رو ساپورت میکنن، هر دو تاشون نرخ نوسازیشون 120 هرتز تطبیقیه. حداقل روی کاغذ اون چیزی که خود شیائومی هم ادعا کرده، حداکثر روشناییشون 1800 نیتسه توی محتوای HDR، توی حالت اتو، توی حالت عادی هم تقریبا 1200 نیتس حداکثر روشناییشون، حداقل روی کاغذ. حالا جلوتر یه توضیحاتی بهتون میدم بیشتر توی این مورد. تقریبا نسبت نمایشگر به بدنه جفتشون هم تو حدودای 90% و خیلی داستانی از این بابت، فرقی از این بابت نیستش. نکته دیگه اینه که بازم رزولوشناشون هم یکیه، یعنی رزولوشن جفتشون 1220 پیکسل در 2712 پیکسل، تراکم پیکسلشون هم تقریبا 446 پیکسل بر اینچه. بازم یه سری تفاوت هست. در مورد حداکثر روشنایی بگم، حداکثر روشنایی که اعلام کرده حالا روی کاغذ شیائومی کاری ندارم، ولی چیزی که تو عمل هستش، تقریبا توی حالت اتو پوکو X6 پرو روشنایی 1150 نیتی رو ثبت کرده، ولی نوت 13 پرو 5G تقریبا 1340 نیت، تقریبا 200 نیت توی حالت اتو حداکثر روشنایی نوت 13 پرو 5G بیشتره. از طرف دیگه محافظ صفحه نمایشش هم گوریلا گلاس ویکتوسه، ولی پوکو X6 پرو محافظ صفحه نمایشش گوریلا گلاس 5 که روی اکثر گوشی‌های میان رده هست، ولی گوریلا گلاس ویکتوس
اکثرا روی گوشی‌های پرچمدار به کار میره، اما الان ما توی نوت 13 پرو 5G داریمش. به جز این دوتا فرق، یه ذره حداکثر روشنایی بیشتر و این محافظ صفحه نمایشه، ما دیگه فرقی واقعا نداریم توی این صفحه نمایش. نرخ نوسازی جفتشون تقریبا یکسان کار میکنه، عملکردشون مشابه با هم دیگه، کنتراستشون، دیتیل و اون جزئیاتی که میتونی از صفحه نمایش بگیری، عمق رنگ مشکیشون و واقعا عملکردشون تقریبا یکیه. نرخ PWM جفتشون هم تقریبا 1920 هرتزه و خیلی داستانی تو این بابت نداریم. اما خب بالاخره چون داریم دقیق مقایسه میکنیم با هم دیگه، به خاطر همون گوریلا گلاس ویکتوس و یه مقداری به خاطر حداکثر روشنایی بیشتر، بازم یه مقدار نوت 13 پرو 5G بهتره، خیلی کم، یه مقدار. هر دو تا این گوشی اسکنر اثر انگشت اپتیکال دارن که زیر صفحه نمایشگره. جفتشون هم عملکرد سریع خوبی دارن، من از جفتشون هم راضی بودم. یه مقداری X6 پرو وقتی کنار هم با هم دیگه تستشون میکنی، یه مقدار این انیمیشن سریعتر داره که خب طبیعی هم هست، پردازنده قوی تری داره که میتونه سریعتر این پروسه رو انجام بده، انیمیشن سریعتری داره و کلا سریعتر این کارو برای شما میتونه انجام بده، البته با اختلاف خیلی کم. ولی آقا وقتشه که پوکو X6 پرو هم یه خودی واسه خودش نشون بده. اینجا یکی از بزرگترین فرقای این گوشیه و یکی از بزرگترین مزیت‌های پوکو X6 پروه. کجا؟ داستان چیپست و پردازنده و قدرت پردازشی و به خصوص عملکرد گیمینگ این دوتا. چیپست ردمی نوت 13 پرو 5G اسنپ دراگون 7S نسل 2 4 نانومتریه. چیپست پوکو X6 پرو مدیاتک دایمنسیتی 8300 اولترا که بازم 4 نانومتریه، ولی یه دنیای تفاوته. حالا جلوتر دقیق‌تر بهتون توضیح میدم. نوع حافظه ردمی نوت 13 پرو 5G UFS 2.2، از اون طرف پوکو X6 پرو UFS 4. نوع رمش هم LPDDR5X که اصلا واقعا خیلی تفاوت داریم این وسط. اول من تست بنچمارکاشو براتون بخونم. توی بنچمارک انتوتو ورژن 10 امتیازی که نوت 13 پرو 5G تونست بگیره 610476 بود. از اون طرف X6 پرو امتیاز 1,354,232 رو به دست آورد. توی گیکبنچ 6 عملکرد تک هسته‌ای نوت 13 پرو 5G امتیازش شد 1011، بخش چند هسته‌ای هم شد 2912. همین امتیازات توی پوکو X6 پرو توی بخش تک هسته‌ای تقریبا 1241 بود، توی بخش چند هسته‌ای 4179. توی 3D مارک البته پایداری بخش گرافیکی نوت 13 پرو 5G مقداری بهتر عمل کرد، 99.3% بود پایداریش، اما پوکو X6 پرو تقریبا 70%. توی سی پی یو تراتلینگ هم تقریبا همینطور، هولوش 70% بود پایداری X6 پرو، اما از اون طرف نوت 13 پرو 5G حدودای تقریبا بالای 90% بود پایداریش. خب تو بنچمارک ها که قشنگ تفاوت اساسی با هم دیگه داشتن، اما خب بازم بنچمارک ها رو هم بخوایم بذاریم کنار، بریم تو فاز عملی داستان رو بخوایم نگاه بکنیم، بازم خیلی فرق هست. توی کار عادی البته ممکنه که خیلی شما تفاوتی این وسط نبینید، چون وقتی تو محیط رابط کاربری میگردی، وقتی وب گردی میکنی، وقتی استفاده عادی از گوشیت داری، اصلا مشکلی این وسط نیست، نه با ردمی نوت 13 پرو 5G نه با پوکو X6 پرو. حالا درسته که پوکو X6 پرو چیپست و پردازندش پرچم داره، نوت 13 پرو 5G میان رده است، ولی خب جفتشون واقعا این کارو خیلی راحت هندل میکنن، مگر اینکه حالا یه سری جای خیلی خاص شما بخواید تفاوت ببینید توی کارهای عادی، مثلا جایی که بخواید 10 12 تا تب باز بکنی، مولتی تاسکینگ بکنی، خب اینجور وقتا ممکنه که خیلی بهتر بتونه عمل بکنه پوکو X6 پرو. یا جایی که بخوای زیاد کارهای نیمه سنگین انجام بدی، مثلا بری توی اپ دوربین فیلم برداری زیاد بکنی، عکاسی زیاد بکنی، خب اینجور جاها باز پوکو X6 پرو عملکردش بهتره. ولی مهمترین تفاوت این دوتا اصلا توی عملکرد گیمینگه. توی عملکرد گیمینگ که به این دوتا نگاه میکنی، اونجاست که میفهمی تفاوت‌ها چقدر زیاده. من خب شخصا توی کال آف دیوتی موبایل این دوتا گوشه تست کردم، نه توی گیم دیگه ای، اما خب توی گیم های دیگه ای هم تقریبا همین اختلافی که میخوام بهتون بگم و دارن. توی کال آف دیوتی موبایل همینقدر بهتون بگم که 90 FPS رو ساپورت میکنه پوکو X6 پرو و به شما FPS 90 رو میده، اما نوت 13 پرو 5G این داستان دیگه توش نیست، حد اکثر به شما FPS 60 رو میده. عملکرد پایداری هم جفتشون دارن، خیلی عالیه، ولی بازم مدیریت دمای بهتری داره پوکو X6 پرو. تقریبا توی 1 ساعت تست گیمی که من داشتم، البته با اسکرین رکورد خاموش، تقریبا دمای پوکو X6 پرو، دمای سی پی یو تا 40-41 درجه بیشتر نرفت، ولی نوت 13 پرو 5G تقریبا تا 45 درجه رفت. تست گیم از 1 ساعت رفت بالاتر، یعنی رفت حدودای 1 ساعت و نیم. نوت 13 پرو 5G تا حدودای 50 درجه سانتیگراد هم دمای سی پی یوش رسید و مدیریت دمای بهتری هم باز پوکو X6 پرو داره. و شما اگه بخوای استفاده طولانی داشته باشی، استفاده زیاد داشته باشی به صورت استفاده سنگین که همین استفاده گیمینگ، X6 پرو
عملکرد پایدارتر، طولانیتر و بهتری برای شما داره و اصلا خیلی حرفی تو این داستان نیست. تفاوتشون تفاوت بنز و پرایده. پراید بهتره دیگه. ایکسیش پرو کنار اون سخت افزار تو نرم افزار هم یه حرفای بیشتری واسه گفتن داره، چون تو سال 2024 عرضه شد پوکو ایکسیش پرو. از اون طرف نوت 13 پرو 5G سال 2023 یه نسل از نظر نرم افزاری ایکسیش پرو جلوتره. اینطوری بهتون بگم که نوت 13 پرو 5G با اندروید 13 و میوآی 14 به صورت پیش‌فرض اومده، ولی پوکو ایکسیش پرو با اندروید 14 و هایپر او اس اومده. ویدیوی بررسی قابلیت‌های هایپر او اس رو گذاشتم تو هر ویدیوی شیائومی گفتم اینو. قابلیت‌های هایپر او اس رو گذاشتم، کارتشو این بالا میذارم، اگه دوست داشتید برید حتما ببینید که تقریبا اکثر تغییراتشو اونجا گفتم. ولی خب تا 3 سال تقریبا جفتشون آپدیت سیستم عامل دارن، تا 4 سال هم پچ امنیتی. البته خیلی خبر رسمی به اون شکل نیست، ولی چیزی که تا حالا دیدیم همین بوده که با همین یه سال جلوتر بودن ایکسیش پرو یعنی یه گوشه بروزتر. هر دو تا این گوشی‌ها صدای استریو دارن، از اسپیکر پایینی و اسپیکر بالایی صدا میاد که صدای بالانس خوبی هم دارن. من تو ویدیو بررسی‌هاشون هم گفتم از عملکرد جفتشون هم راضی بودم، هم از نوت 13 پرو 5G هم از پوکو ایکسیش پرو. حداکثر ولوم اوکی، بیس اوکی، شفافیت صدای اوکی و دالبی اتموسی هم که ساپورت میکنن و میتونید خیلی راحت استفاده بکنید ازش. قبل از اینکه تست صدا ازشون بشنویم منتها بهتون بگم که اگر بخوایم این دوتا رو در قامت مقایسه بذاریم کنار همدیگه، به نظرم که X6 پرو عملکردش بهتره، هم حداکثر ولومش یه مقداری بهتره، هم شفافیت صدایی بهتری داره نسبتاً، و اینکه در عین ولوم بالاتر میتونه شفافیت صداش هم حفظ بکنه تو حداکثر ولوم. عملکردش به نظرم بهتره به نسبت نوت 13 پرو 5G. بریم حالا تست صدا هم ازشون بشنویم. یکی از اون جایی که توی بررسیش هم گفتم، نوت 13 پرو 5G نسبت به اون انتظاری که من داشتم ضعیف‌تر کار کرد توی داستان شارژ دهی بود، توی داستان باتری بود. با اینکه روی کاغذ وقتی نگاه می‌کنی پوکو ایکس6 پرو باتریش 5000 میلی آمپر ساعته. البته گفتم توی نسخه چینش 5500 میلی آمپر ساعته که ما کاری نداریم، ما داریم در مورد نسخه گلوبال صحبت می‌کنیم. باتریش 5000 میلی آمپر ساعته، ولی نوت 13 پرو 5G باتریش 5100 میلی آمپر ساعته، ولی فرق دارن با همین وسط. توی عملکرد روزمره و کارهای عادی که میتونید داشته باشید، پوکو ایکس6 پرو میتونه تقریبا 10-15% شارژی بیشتری برای شما داشته باشه. تو بررسیش هم گفتم تقریبا یه روز شارژی و راحت براتون داره، مگر اینکه استفادهتون دیگه خیلی بخواد سنگین باشه. ولی نوت 13 پرو 5G احتمالاً به زور بتونه یه روز شارژی براتون داشته باشه. من احتمال میدم که اگر یه استفاده عادی هم داشته باشید، نیاز داشته باشید که گوشیتون حداقل 2 بار در روز شارژ بکنید. این داستانو داریم این وسط که یه بخش زیادیش هم برمیگرده به پردازنده. مصرف پردازنده ایکس6 پرو کمتر، بهتر میتونه مصرف رو مدیریت بکنه که خب این تو شارژه خودش رو داره نشون میده. به علاوه اینکه اگر گیمر هم هستید، بجز اینکه ایکس6 پرو عملکرد بهتری داره توی گیم و میتونه قدرت پردازشی بهتری داشته باشه، شارژه بهتری هم داره. توی 1 ساعت تست گیم تقریبا ایکس6 پرو توی کال آف دیوتی موبایل بخش بتل رویال حدود 15% شارژ مصرف کرد توی تستای من، ولی نوت 13 پرو 5G حدود 19% شارژ مصرف کرد که توی 1 ساعت 4% اختلاف واقعا اختلاف زیادیه به نظرم. اما از نظر سرعت شارژ خیلی فرقی نیست. جفتشون 67 وات رو ساپورت میکنن و که گفتم اول ویدیو توی باکسشون هم 67 وات هست با اون کابل شارژی هم که هست و که کیفیت خیلی باحالی هم داره و کابل شارژ اورجینالی هم هست که توی همون باکس در اختیار شما قرار میگیره. تقریبا حدودای 41 42 43 دقیقه تو این حدودا میتونن فول شارژ بشن هر دوتاشون، که از نظر سرعت شارژ خیلی فرقی ندارن، ولی از نظر شارژی X6 پرو در عین اینکه قدرت پردازشی بیشتری داره، شارژی بهتری هم داره. ولی مقایسه دوربین که همیشه این بخش دوربین خیلی بخش جذاب و باحالیه. روی کاغذ که نگاه میکنی ردمی نوت 13 پرو 5G همچین جوندارتر به نظر میرسه. روی کاغذ
دوربین اصلی نوت 13 پرو 5G 200 مگاپیکسلیه، یه لنز 23 میلیمتر f1.7 هم داره. دوربین اولترا واید 8 مگاپیکسلی داره با زاویه دید 118 درجه‌ای یا f2.2. یه دوربین ماکرو 2 مگاپیکسلی داره با f2.4 و یه دوربین سلفی 16 مگاپیکسلی با f2.4. X6 پرو رو روی کاغذ نگاه می‌کنی، یه دوربین 64 مگاپیکسلی داره که دوربین اصلیشه با لنز 25 میلیمتر و f1.7. یه دوربین اولترا واید 8 مگاپیکسلی داره با زاویه دید تقریبا 120 درجه و f2.2. یه دوربین ماکرو 2 مگاپیکسلی داره با f2.4 و یه دوربین سلفی 16 مگاپیکسلی بازم با f2.4. خب اینا که روی کاغذ بود و ما روی کاغذ رو خیلی معمولا ملاک قرار نمیدیم. بریم تو عمل ببینیم چه فرقایی دارن. دوربین اصلی این دوتا رو که عکساشو کنار هم دیگه مقایسه می‌کنی، تو نگاه اول شاید خیلی متوجه فرق خاصی نشی، ولی یه مقداری که روشون دقیق‌تر میشی میفهمی که نوت 13 پرو 5G چقدر عکسای بهتری میتونه بگیره. هم سطح جزئیاتش بهتره، هم داینامیک رنجش بهتره، هم کنتراست تصویر بهتره، هم پردازش بافت بهتری داره و مجموعاً عکسایی که میتونه بگیره واقعا یه پله از X6 پرو بالاتره. امسال شیائومی تو بخش اولترا واید کلا خیلی خرابکاری کرده. تقریبا توی همه گوشی‌های شیائومی که امسال بررسی کردم این داستان ضعف دوربین اولترا واید رو دیدم. تو این گوشی هم دقیقاً همین جوریه، یعنی جفتشون هم اولترا وایدای خوبی ندارن، نه سطح جزئیات خیلی خوب، نه پردازش بافت خوب، نه داینامیک رنج جذاب، نه واقعا رنگ و نور خیلی جذاب. جفتشون هم اولترا وایداشون اصلا مدل آدم نمیشینه. توی بخش فول رزولوشن برعکس دوربین اولترا واید امسال شیائومی خیلی خوب کار کرده. این گوشی هم یه مقداری تضاد دارن توی این بخش، خیلی عجیبه. مثلا اینکه دوربین اصلی نوت 13 پرو 5G رو حالت فول رزولوشن میتونه عکسای 200 مگاپیکسلی بگیره، ولی پوکو X6 پرو میتونه عکسای 64 مگاپیکسلی بگیره. ولی با این وجود عکسای پوکو X6 پرو بهتر از نوت 13 پرو ان. الگوریتم‌های پردازش تصویر توی پوکو X6 پرو توی این بخش واقعا بهتر کار میکنن. سطح جزئیات عکس‌ها تقریبا بالاتره. البته یه نکته هست، یه مقداری شما دستتون توی عکاسی توی این حالت توی نوت 13 پرو 5G اگر بلرزه تصویر کاملا تار ثبت میشه. همین تار ثبت شدن باعث میشه که جزئیات چه تو نقطه‌های نزدیکتر عکس چه تو نقطه‌های دورتر، اون سوژه‌ای که دورترن توی عکس، یه مقداری تو ثبت جزئیاتشون مشکل باشه. ولی تو پوکو X6 پرو این داستانو نداریم، هم نقطه‌های نزدیک هم نقطه‌های دور قشنگ جزئیاتشون ثبت میشن، کنتراست تصویر بهتره. یه سری جاها آره خب یه مقداری آبرنگی میشن، ولی مجموعاً باز میتونه عکسای بهتری بگیره به نسبت نوت 13 پرو 5G. تو قسمت پورتره هر دو تا این گوشی‌ها عکسای کار جمع کنی میتونن بگیرن، عکسایی که قابل استفادهن، خوبن، سطح جزئیات توی هر دو تا خوبه، تفکیک سوژه و بک‌گراند توی هر دو تا خوبه. منتها باز اگر بخوایم یه مقداری دقیق تر بشیم، خب بالاخره ویدیو مقایسه است دیگه. پوکو X6 پرو یه مقداری هم سطح جزئیات عکساش بهتره، هم شارپنسش بهتره، هم تفکیک سوژه و بک‌گراند توی قسمت‌های پیچیده یه مقداری توش بهتره. به خصوص اون قسمت دوروبر مو، قسمت ریشه مو رو که نگاه می‌کنی می‌بینی چقدر این پردازش بافت توی پوکو X6 پرو بهتر انجام شده. البته مثلا داینامیک رنج عکسای نوت 13 پرو 5G بهتره، ولی خب مزیت‌های X6 پرو میچربه بهش که یه مقداری با یه اختلاف X6 پرو عکسای پورتری بهتری میتونه بگیره. اگه عکاسی ماکرو رو دوست دارید، نوت 13 پرو 5G عکسای ماکرو بهتری میتونه بگیره. هم جزئیاتش یه مقداری بهتره، همون پردازش بافتایی که تقریبا توی تصویرن بهترن و اینکه وایت بالانس و شارپنس بهتری هم دارن عکس‌ها. اگر دوست دارید عکاسی ماکرو بکنید، نوت 13 پرو 5G ماکروش بهترن. به اندازه کافی دوربینای سلفی شیائومی رو تو این یکی دو سالی که گوشه‌هاشو بررسی کردم کوبیدم. دیگه نمیخوام اینجام تخریب بکنم دوربین سلفیشو، ولی در همین حد بدونید که واقعا دوربینای سلفی خوبی ندارن. حتی A34 11 میلیونی هم از این دوتا گوشی توی سامسونگ دوربین سلفیش بهتره. واقعا نمیدونم، شیائومی جذاب کار نمیکنه توی این بخش. اما این به کنار، این دوتا رو که کنار هم بذاریم بازم جفتشون کلی ضعف دارن، ولی با این حال بازم X6 پرو دوربین سلفیش بهتره. یه مقداری کنتراست، یه مقداری سطح جزئیات، یه مقداری داینامیک رنج عکساش بهتره. تصویر نوت 13 پرو 5G سلفیاش خیلی نویزیه، یه مقداری به نظرم تو ذوق میزنه که خیلی جالب نیست و جفت اینا رو هم خیلی دوست ندارم. اما خب بین این دوتا باز X6 پرو مقداری بهتره. پیرو همین نه چندان جالب بودن دوربین سلفی، اگر هم سلفی های پورتره با این گوشه بخواید بگیرید، بازم همون ضعف‌های دوربین سلفی داخلشون هست. یه ضعف خیلی بزرگتر هم هست، اینکه خیلی درست و حسابی سوژه رو نمیتونن برش بزنن از پس زمینه. خیلی تفکیک سوژه و پس زمینه‌شون جالب نیست. هر دوتاشون این ضعفو دارن. توی نوت 13 پرو 5G مقدار این ضعف بیشتر هم هست و
بازم خیلی جذاب نیستن از این نظر. هر دو تا این گوشی‌ها میتونن حداکثر با دوربین اصلیشون توی حالت فیلم برداری ویدیوهای 4K 30 فریم بگیرن. توی حالت 4K هر دو تا ویدیو واقعا خوبن، ولی نوت 13 پرو 5G مجموعاً میتونه ویدیوهای بهتری بگیره. هم کنتراست ویدیوهای مقداری بهترن، هم داینامیک رنجشون بهتره، هم سطح جزئیات بهتری دارن، هم یه مقداری لرزشگیرش بهتره. رنگ و نور و اون جنس رنگ و لعاب تصویرم توش قشنگتر و جذابتره که توی فیلم برداری با دوربین اصلی روی حالت 4K بهتره نوت 13 پرو 5G. اگر بخواید با رزولوشن 1080 هم با دوربین اصلی این دوتا گوشی فیلم برداری بکنید، بازم به نظرم همون اختلافی که توی حالت 4K بود توی حالت 1080 هم این دوتا با هم دارن. نوت 13 پرو 5G بازم سطح جزئیات بهتر، کنترل نور بهتر، داینامیک رنج بهتر و مجموعاً ویدیوهایی که میتونن بهتر باشن، لرزشگیرش هم بهتره که مجموعاً تو فیلم برداری با دوربین اصلی نوت 13 پرو 5G گوشی بهتریه. روی حالت اولترا واید با هر دو تا این گوشی‌ها نهایت میتونید ویدیوهای 1080 30 فریم بگیرید، با اینکه بازم مثل همون حالت عکاسی ویدیوهای اولترا وایدشون هم ضعف زیاد دارن، ولی باز یه مقداری نوت 13 پرو 5G دوربین اولترا وایدش میتونه ویدیوهای بهتری بگیره، هم یه مقداری از نظر سطح جزئیات، هم یه مقداری داینامیک رنج، و اینکه پوکو X6 پرو دوربین اولترا وایدش یه مقداری اعوجاج این گوشه‌های تصویرش زیاده، به خصوص موقع فیلم برداری که تصویر رو میچرخونی زیاد به چشت میخوره این مسئله، که خب مجموعاً فیلم برداری این بخشم به نظرم برتریش میرسه به نوت 13 پرو 5G. توی فیلم برداری با دوربین سلفی همونطوری که گفتم توی عکاسی X6 پرو مجموعاً بهتره، دقیقاً توی فیلم برداری هم همون اختلاف با هم دیگه دارن. هم کنتراست تصویر بهتره، کنتراست ویدیوها بهترن، هم یه مقداری سطح جزئیات ویدیوها بهترن، و از اون مهمتر اصلاً لرزشگیر دوربین سلفی نوت 13 پرو کامل تو باقالیاست، کامل تو در دیواره، یعنی با کوچکترین حرکتی تصویر شروع میکنه به شیک زدن. ولی تو پوکو X6 پرو باز این مسئله خیلی بهتره. با همه کم و کسری‌هاشون اگر ویدیوی سلفی براتون اولویته، پوکو X6 پرو تو این بخش میتونه قشنگ بهتر باشه. خب حالا بریم ببینیم که توی شب عمل کرده این دوتا چقدر با هم دیگه فرق میکنه. توی شب اگر با دوربین اصلی عکاسی بکنید با نایت مود خاموش، عکسایی که پوکو X6 پرو میتونه بگیره هم یه مقداری سطح جزئیاتشون بهتره، هم یه مقداری شارپنسشون بهتره، پردازش بافتا توشون بهتره، کنتراست توشون بهتره، و به نظرم میتونه روی این حالت عکسای بهتری بگیره. اما اگر بریم روی حالت نایت مود، ورقه برمیگرده. نوت 13 پرو 5G نایت مود روش اثر بهتری داره، هرچند که تو بررسی جفتشون هم گفتم نایت مود رو روشن میکنی روی این دوتا بیشتر یه HDR پیاده میکنن روی تصویر، روی خیلی سطح جزئیات به اون شکل تأثیری ندارن. حتی این سری جاها میتونه این ثبت جزئیات رو بدتر هم بکنه، این مقداری تصویر آبرنگی هم ممکنه بشه با نایت مود، ولی مجموعاً عکسایی که روی حالت نایت مود گرفته میشه با نوت 13 پرو 5G عکسای خیلی بهتری هستن. اصلا توی X6 پرو بیش از اندازه HDR سنگین پیاده میشه روی تصویر، اغراق خیلی زیاد، رنگا رو به قرمزی میرن، ولی تو نوت 13 پرو 5G این داستانو نداریم، تصویرها بالانستر و بهترن با نایت مود. دقیقاً همین داستانی که تو دوربین اصلی گفتم و توی دوربین اولترا واید هم توی این دوتا گوشی داریم. اگر بدون نایت مود عکاسی بکنید بازم یه مقداری سطح جزئیات پوکو X6 پرو بهتره، یه مقداری شارپنس بهتره، پردازش بافت بهتره، مجموعاً میتونه عکسای یه مقداری بهتری بگیره. ولی روی حالت نایت مود اگه لازم داشته باشید که با نایت مود عکاسی بکنید، باز دوباره اون اغراق رنگه و اون قرمز شدن تصویر رو توی پوکو X6 پرو داریم، ولی این خب خیلی بالانستره توی نوت 13 پرو 5G، و مجموعاً که به عکس‌ها نگاه می‌کنی می‌بینید چقدر میتونه با نایت مود عکسای شسته رفته تری بگیره. عکاسی سلفی توی نور کم و توی شب یکی از مهمترین فرقای دوربین این دوتا گوشیه. پوکو X6 پرو کلا توی لول دیگه از عکاسی با دوربین سلفیش توی شب کاملا بهتره، بدون نایت مود با نایت مود هیچ فرقی نداره، تحت هر دو شرایط هم بهتر از نوت 13 پرو 5G، حتی بدون نایت مودش هم از نایت مود نوت 13 پرو 5G میتونه بهتر باشه. حتی این نکته عجیبی که اصلا توی نوت 13 پرو 5G هست، توی ویدیوی بررسیش هم گفتم، اصلا نایت موده بدتر کارو خراب میکنه، یعنی اون سطح جزئیات و نویز تصویر رو همه چی بدتر داغون میکنه. ولی توی X6 پرو قشنگ شما فرق نایت مود و غیر نایت مود روی سلفی میتونی ببینی. اصلا تو ویدیو بررسی X6 پرو هم گفتم که نایت مود تقریبا مهمترین تاثیرش رو تو بخش سلفی توی شب میذاره تو دوربین این گوشی، که میتونه مجموعاً عکسای خیلی خوبی بگیره. البته بازم اغراق رنگی هست، بازم یه مقداری آبرنگی شدن هست،
بحثی ندارم ولی خیلی جا میتونه تاثیر مثبتی بذاره و عکسای بهتری بگیره. سلفی توی شب قطعا ایکسیش پرو بهتره. فیلم برداری با دوربین اصلی توی شب همونطور که توی روز یه مقداری میچربه به سمت نوت 13 پرو 5G، حالا از یه مقدار هم میذاره بیشتر. توی شب هم دقیقاً همین داستانو داریم، هم شارپنس تصویر بهتر، هم جزئیات بهتر رو داریم توی نوت 13 پرو 5G. و خب استابلایزر هم البته تو شب نمیشه انتظاری ازشون داشت، ولی خب به نظرم نوت 13 پرو 5G کلا توی شب میتونه ویدیوهای بهتری بگیره، هم با حالت 4K که نهایت رزولوشنشه، هم روی حالت 1080. در مجموع ویدیوهاش بهتره. البته یه مقداری داینامیک رنج توی ایکس پرو بهتر هست، ولی در مجموع ویدیوهای نوت 13 پرو 5G به نظرم دسته برتر رو داره. فیلم برداری اولترا وایدم باز هر دوتاشون آنچنان جذاب نیستن، تصویراشون پر نویزن، خیلی سطح جزئیات عجیب غریبی ندارن و واقعا خیلی نمیتونید رو ویدیوهای اولترا وایدشون حساب بکنید، حتی توی روز هم نمیشه حساب کرد دیگه، حالا چه برسه به شب. ولی بازم این دوتا رو بیاریم کنار هم دیگه، خیلی نویز توی ویدیوهای اولترا واید نوت 13 پرو 5G زیاده. یه مقداری هم کنتراست توی پوکو ایکس پرو بهتره، یه مقداری تصویر شارپ‌تره که خب مجموعاً اولترا وایدای پوکو ایکس پرو میتونه بهتر باشه. آخرین بخش مقایسه دوربین این دوتا هم که بذاریم کنار هم دیگه خودتون دارید میبینید، اصلا فکر نمی‌کنم نیازی به توضیح دادن داشته باشه. پوکو ایکس پرو کاملا ویدیوهای سلفیش بهتره، همونطور که توی روز بهتر بود توی شب هم بهتره، هم لرزشگیرش، هم سطح جزئیاتش، هم شارپنسش، هم نویز خیلی توش کمتره. اصلا این نویز تو دوربین سلفی نوت 13 پرو 5G نمیدونم چی میگه، خیلی نویز توش زیاده. و کنار هم دیگه بذاریم اینا رو، ایکس پرو قطعاً سلفی های بهتری میتونه بگیره روی حالت ویدیو. و در کل که بخوایم مقایسه دوربین این دوتا رو جمع‌بندی بکنیم، دوربین نوت 13 پرو 5G دوربین اصلیش هم توی روز، هم توی شب، هم توی فیلم برداری، هم توی عکاسی به نسبت پوکو ایکس پرو بهتره. پوکو ایکس پرو بزرگترین مزیتش به نسبت نوت 13 پرو 5G سلفیای بهتره و البته که میتونه پورترای بهتری هم بگیره، چه با دوربین اصلی چه با دوربین سلفی. و چون قبلترم بهتون گفتم آقا ما مثلا تو قیمت 10-11 تومن حتی A34 رو داریم که سلفیشون از این دوتا خیلی بهتره، پس ایکس پرو رو نمیتونیم خیلی برای سلفی هم ملاک قرار بدیم. اما خب بین این دوتا بخوایم به حساب بیاریم سلفیش بهتره دیگه به نسبت نوت 13 پرو 5G. و در مجموع چون عکاسی و فیلم برداری با دوربین اصلی توی روز و شب کلاً وزنه سنگین تری به حساب میاد، به نظرم نوت 13 پرو 5G دوربین بهتری داره در کل. خیلی خب برسیم به جنبندی این دوتا گوشی جذاب که اول ویدیو گفتم یکی از جذاب‌ترین مقایسه‌هایی که امسال میتونیم بین میان رده‌ها داشته باشیم. پارسال هم مقایسه X5 پرو رو ساختم با نوت 12 پرو 5G، خیلی هم خوب استقبال کردید، دمتون هم گرم. و این تقاضای بین این دوتا بالاخره همیشه هست. یه جنبندی موردی داشته باشیم. اول ایکس پرو مزیتاش چی بود به نسبت نوت 13 پرو 5G؟ شارژ دهیش بهتره، یه مقداری سرعت اسکنر اثر انگشتش بیشتره، پردازندش خیلی بهتره، از نظر نرم افزاری گوشی بروزتریه، یه مقداری هم اسپیکر بهتری داره. از اون طرف نوت 13 پرو 5G عملکرد دوربینش توی روز و شب بهتره، هرچند که سلفی و اولترا واید جفتشون توی در و دیواره، اما تو حالت عادی با دوربین اصلی توی روز و شب عملکرد بهتری داره، هم توی عکاسی هم توی فیلم برداری. یه مقداری سر گوریلا گلاس ویکتوس و روشنایی بیشتر، صفحه نمایشش بهتره و توی طراحی هم به خاطر قاب پشتی شیشه‌ای و یه مقداری نازک‌تر بودن گوشی، طراحی یه ذره بهتری رو میتونه داشته باشه. اما از این داستان موردی و اینا بگذریم، کلا دو دسته کاربر میتونیم داشته باشیم دیگه. یک اونایی که گیمرن استفادهشون سنگینه، دو اونایی که گیمر نیستن استفادهشون عادیه. اگر استفادهتون عادیه و خیلی استفاده روزمره میخواید داشته باشید، کار خیلی سنگینی نمیخواید داشته باشید، 100% نوت 13 پرو 5G به خاطر یه مقدار دوربین بهتر میتونه انتخاب جذابتری باشه. اما پوکو X6 پرو سر پردازنده خیلی خفن‌تره، اون عملکرد خیلی جذابش 100% برای اونایی که استفادهشون سنگین‌تره و گیمرن میتونه انتخاب جذابتری باشه. و این نکته دیگه، اگه استفادهتون داستان تولید محتواست و یه گوشی میخواید که از نظر دوربین خیلی خفن باشه، به نظرم هیچ کدوم از این دوتا گوشی نمیتونن جذاب باشن، چون سلفیشون که کلا توی در و دیوار مثلا A54 میتونه توی این قیمتا انتخاب خیلی جذابتری باشه. امیدوارم جواب سوالتون رو گرفته باشید که فکر میکنم گرفتید. اگر جواب سوالتون رو به احتمال 1% نگرفتید مشکل خودتونه. نمکتون. آقا توی کامنت ها سوال بپرسید، اگر
جواب سوالتون رو نگرفتید، من تا جایی که برسم حتما جوابتون رو میدم. مرسی از تک تکتون. لایک ویدیو یادتون نره. این آخر ویدیو یه ویدیو دیگه هم بهتون پیشنهاد میکنم، اگر دوست داشتید ببینید، به دردتون میخوره. کانال رو سابسکرایب کنید، سابسکرایب کنید، زنگوله بغلش هم بذارید، محتوای دیگه ای تو راهه. آقا آخر ویدیویی نمیاد دیگه بابا، خسته شدم. خدا نگهدار.